میخوام یه خبر از آینده تولید محتوا بهت بدم، پس با دقت گوش کن. تا حالا چند بار شنیدی که کسی بگه کاش یوتیوب رو زودتر شروع کرده بودم؟ ولی الان یه فرصت تازه هست. اسمش از فلو تیوی. من یه مدتیه که دنبالش میکنم به خاطر اینکه یه سری حدسا در موردش داشتم. اما اون روزی که دیدم تب شورت فیلم اضافه کرده، گفتم خودشه. این یه پلتفرم مثل یوتیوب یا نتفلیکس، فقط با یه فرق مهم. تمام محتواش با AI ساخته میشه. و چون مال خود گوگله، یعنی امپراتوری که یوتیوب رو ساخت، الان زمین بازی جدید رو هم دوباره خودش ساخته. تو فلو تیوی میتونی فیلم بسازی، سریال درست کنی، انیمیشن بسازی، بدون تیم، بدون بودجه‌های بزرگ، فقط با AI و خلاقیت خودت. و من حدسم اینه قطعاً در آینده بخش درآمدزایی بهش اضافه میشه. ولی یادت نره اینجا کسی موفقه که اصول رو بلد باشه. از سناریو نویسی تا ترکیب بندی، نورپردازی، کارگردانی و شناخت تصویر. نه فقط کسی که بلد پرامپت بنویسه. حالا اگر دوست داشتی پیج من رو فالو بکن. من تمام تجربیات و دانشی که از تصویر دارم باهاتون به اشتراک میذارم.